راهپیمایی معترضان به دنبال اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله در بلخ. بیشتر از هزاران تن از باشندگان ولایت بلخ در شمال افغانستان با شعارهای مرگ به حکومت، ما عدالت می‌خواهیم، دست به تظاهرات زده و از مقام‌های محلی و مرکزی خواستار پیدا کردن عبدالرؤوف شدند. بیش از هزاران تن امروز در پیوند به رهایی عبدالرؤوف کودک 9 ساله بلخی به جاده ها ریختند. آنان هشدار می‌دهند اگر تا 72 ساعت دیگر این کودک از چنگ آدمربایان رها نگردد، داهای تجارتی کشور را خواهند بست. اشرف غنی کجاست؟ این اشرف غنی پاسق دولت نمیتونه ایلا کنه چوکی را. ما عبدالرؤوف جان دیگه چوکی موکی نمیتونیم دیگه، خلاص. اولاد مردم در بدر خاک بسر اینجا 39 ماه شده که بیادر گل درکش معلوم نیست که کجاست، این اشرف غنی کجاست که دیگه کارمندای چیزش. یعنی میخوام گفتنی دارم، ما خاطر اولاد خود جان خودم میتم، خاطر حق خود جان خودم میتم. خلاص سر از فردا میشه بندر انخوی، بندر آقنه، بندر حیرتان و شیرخان بندر بالهم ما تواری دولت به بندرها را کلن بسته میکنم تا عبدالرؤوف جان به خانه پدر و مادرش برنگردن. محمد نبی پدر عبدالرؤوف در این راهپیمایی سکوت دولت در قبال رهایی پسرش را مرگبار خوانده و میگوید که گوش این دولت نسبت به اعتراضهای مردم ترک تبار کر شده است. 72 ساعت وقت میتیم برای حکومت مرکزی و حکومت محلی. 72 ساعت بابت ما تماما راههایی که مثلا حیرتان است، شیرخان بندر است، آقینه است، چهار سرکی اخچی ولایت جوزجان است، چشمه شیر بغلان است، ما تماما راه ها را مسدود میکنیم، چون که توان یک طفل نداشته باشه دیگه از این دولت چی امید داشته باشه؟ خانواده و نزدیکان عبدالرؤوف حکومت را به وعده خلافی و ناتوانی متهم کرده و هشدار میدهند که افزون بر ادامه تعصب و اعتراضهای مدنی به ملل متحد مراجعه خواهند کرد. ما از دولت میخواهیم در این باره جدی باشن، باید بازپرس کنن کلگی همو مردمایی هم که نمینجا در این قضیه دست دارن تمامشان افشا شده. دولت نمیخواد که را افشا بسازه. بچم علت از او چی است؟ مسئولان محلی بلخ درباره آدمربایان و محل نگهداری عبدالرؤوف چیز نمیگوید، اما تاکید میکنند که این اختطاف سیاسی شده و تلاش ها برای رهایی این کودک جریان دارد. رئیس و اعضای محترم شورای ولایت بلخ، قضیه اختطافی است که یا بسیار پیشرفته و شاید تو فکر میکنیم که یک کمی مسئله سیاسی هم شده بوده باشه، ولی ما این مسئله را اینطور نمیخواهیم که توجیه بکنیم و خود براحت بتیم، بلکه تلاشای ما بسیار جدی ادامه داره که تا بتانیم این طفلک دوباره به خانوادهش تسلیم بکنیم. البته این گپ از سطح ولایت فیلون بیرون برآمده و در سطح مرکز خود رئیس صاحب جمهور و معاون صاحب اول ریاست جمهوری سر از این مسئله کار میکنه. از اختطاف عبدالرؤوف کودک 9 ساله بلخی بیش از 100 روز است. این کودک زمانی که از منزل به طرف خانه میرفت از سوی افراد مسلح ناشناس که لباس نظامی بر تن داشتند روبوده شد. حکومت محلی بلخ با راه اندازی بیش از 20 عملیات تاکنون نتوانسته است سرنخ از این کودک به دست بیاورد.